عزیز، امروز قصد داریم که قرارداد کنسرت امیر تتلو رو برای اولین بار رسانه‌ای بکنیم. کنسرت امیر تتلو که با حاشیه‌های زیادی روبرو بود و در خبرها اومد که کنسرت تتلو کنسل شده. می‌بینید که قرارداد اجرایی بین امیرحسین مقصودلو و کیان محمدی‌ها به عنوان تهیه کننده و برگزار کننده کنسرت، اما اونجوری هم که امیر تتلو میگه برگه ای از به عنوان قراردادی که خودش هم امضا کرده دست خودش نیست و ما اینجا برای اولین بار داریم اون رو رسانه‌ای می‌کنیم و قطعاً امیر تتلو هم وقتی این مستند رو ببینه متوجه میشه که این قرارداد خودش هم اون رو نداره. قرارداد مربوط هستش به تاریخ 8 شهریور 97. 15000 نفر جمعیت رو در نظر گرفته بودن. $60000 امریکا قیمت قرارداد بوده. ببینید چه پولهای میلیاردی با دلار 8 9000 تومان الان و وضعیت اقتصادی ایران، ببینید چه پول میلیاردی داره گرفته میشه. $20000 تو حین اجرای قرارداد، $20000 بعد از امضای قرارداد و $20000 هم در حین اجرای کنسرت. و بند جالبی زیر اون نوشته شده که در صورت فروش بیش از 7000 عدد بلیت مبلغ قرارداد به $60000 دیگه افزایش پیدا میکنه، یعنی قرارداد میشه $120000. و ببینید که اتفاقات جالبی داره در اجرای کنسرت میفته. و بریم تو بندهای مختلفش. امیر تتلو علت کنسلی کنسرتش رو نصب دوربین توی اتاق خوابش عنوان کرده بود و گفته بود که جایی که من دارم زندگی میکنم جای مناسبی نیست. اما تعهدات تهیه کننده جالبه. نوشته شده که تهیه کننده توی یکی از بنداش متعهد است ایاب و ذهاب گروه را به نحو احسنت با دریافت بلیت پرواز خواننده و اعضای گروه انجام دهد. پذیرایی و اسکان اعضای گروه در شهر استانبول به مدت 1 هفته به عهده تهیه کننده باشد. الان تقریبا 1 ماه و نیم مونده تا کنسرت امیر تتلو، یعنی از 1 ماه و نیم مونده بود که الان خیلی کمتر شده. و ببینیم که تاریخش رو برزده 8 شهریور که میشه 30 اوت. و جالب اینجا هستش که 1 هفته بعد هزینه امیر تتلو رو میداده، نه 1 ماه تهیه کننده، که امیر تتلو بهونه آورده جام خوب نیست، شرایط هم خوب نیست و از این دست صحبت ها که امضا هم کردن 15 تیر ماه 1397 که میشد 6 ژانویه این قرارداد امضا شده. و جالب هستش که امیر تتلو به جای اینکه به تعهدات خودش پایبند باشه داره بهانه گیری میکنه و اون چیزی که در قرارداد اومده ما داریم میخونیم و گفته شده و تعهدات تهیه کننده و تعهدات خواننده. مرسی از شما. حتما کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو هم لایک کنید و اگر خوشتون هم میاد ویدیو رو لایک کنید که همه دوستان متوجه بشن پشت پرده چی هستش. مرسی.